سلام دوستان، اومدیم طبیعت گردی به واسطه شغلمون. برای بازدید یخچال اومدم، ولی خب اینم یه مزیتی شد که این طبیعت زیبا رو از نزدیک ببینیم. اینم طبیعت بکر چهارمحال و بختیاری، شهرستان لردگان، روستای معادن. اینم طبیعت بکر و دست نخورده این روستا. اینم از مزیت کار ما. طبیعت گردی به واسطه تعمیرات لوازم خانگی.